یکی دیگه از چیزایی که خب تو ذهنمون و خیلی تا میگی رحمانی فضلی میگن گفتش که ما فقط به سر نزدیم، به پام زدیم. بابا حالا من واقعا خدا وکیلی من اون صحنه مصاحبه شما رو یادم نیست، ولی همه اینو نقل میکنن. مثلا مصاحبه نکردم. ببینید اولا اینایی که این حرف را میزنن هیچ مستندی ندارن. یعنی هر کس هر مستند، من مصاحبه کردم دیگه، خب این مصاحبه باید یک جایی باشه. یا الان که الحمدلله فضای مجازی اینا همه ذخیره میشه. یعنی شما اینو نگفتین؟ اصلا نگفتم چنین چیزی، هیچ وقت نگفتم. ببینید خیلی جالبه. تو مجلس هم تو کمیسیونی جایی چی گفتن و چی استفاده شده، این مهمه. پس ما هیچ وقت حرف اصلا حرف عاقلانه نیست این حرف. اصلا یعنی کسی باید روانی باشه حرف را بزنه، واقعا باید روانی باشه حرف را بزنه. اما این چطوری بود؟ اینش مهم است که از کجا اومد این جمله. خب ما رفته بودیم شورای کمیتی که از کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون شوراها، اونجا این بحث بود. خب حق نمایندگان هستن، سوال داشتند و ما و نیروی انتظامی همه هم بودن، توضیح میدادن. یکی از دوستان نماینده، اسم نمیخوام ببرم، اونجا برداشت گفت که من رفتم در سردخانه بازدید کردم و اونجا دیدم جنازه‌هایی که تو سردخانه بودن عین جملاتشه، اونجا هم ضبط شده اگر باشه. حالا همه اعضا که اونجا بودن دیگه، همه جنازه‌هایی که اونجا تو سردخانه بودن گلوله یا به سرشان خورده یا به قلبشان خورده، اونجا هستن. آقای رحمانی شما چه توضیح داری؟ من بهشون گفتم اولا من این اخبار را واقعا ندارم، یعنی که شما رفتید اونجا من نمیدونم، اما یه چیزی به شما میگم که عقلیه. اونم اینه که من از شما سوال میپرسم، کسی که به اصطلاح در سردخانه بالاخره نگهداری میشه به عنوان کسی که به هر حال فوت کرده، اگر گلوله بهش خورده باشه باید به جای حساسش خورده باشه که فوت کرده باشه. کسی که به دستش گلوله خورده باشه، به پاش گلوله خورده باشه که به سردخانه میبرن بیمارستان. این کل جمله من بوده. بعد ایشان آمد در بیرون مصاحبه کرد، گفت وزیر کشور گفته ما به سر و فقط به سر و سینه نزدیم، به دست پا هم زدیم. خب اونجا وزارت کشور، شورای امنیت، همه از من خواستن که از وزارت خواستن ما شکایت کنیم به قوه قضاییه. این تهمت زده، دروغ و تحریف کرده، این تشویش افکار عمومیه. ولی من واقعا این کار رو نه، همون زمانم من اومدم تو شبکه، اسمشو نمیبرم نه